سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز خواستیم یکی از آیات‌های خداوند را به شما برسانیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. سوره تحریم آیه 6. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را و اهل خانواده خود را از آتش نگاه دارید. در اینجا سوال به میان می آید: با کدام راه ما خود را و اهل و خانواده خود را می توانیم از آتش دوزخ نجات دهیم؟ با دو راه. یکم، دور شدن از هر منع کرده های خداوند، آنچه را که خداوند حرام دانست و آنچه را که بر ما منع کرد از آن دست می کشیم. دوم، این عمل کردن به فرموده های خداوند، یعنی آنچه را که خداوند به ما امر کرده است، از جمله خواندن نماز، دادن زکات، ماه رمضان را روزه داشتن، حج کردن و دیگر عملهایی که خداوند به ما امر کرده است. با انجام دادن این امرهای پروردگار و دوری جستن از آن چیزهایی که ما را منع کرده است، ما می توانیم خود را و اهل و خانواده خود را از آتش نگه بداریم. برای دانستن این دو چیز باید دین را آموخت. هیچ یکی از ما نمی تواند دین خود را نآموخته این امرها و این منع کرده ها را بداند. به این سبب به پدران و مادران واجب است که اول خود دین را آموزند و بعد از آن به فرزندان خود آن را تعلیم بدهند. چون وقتی که فرزندان تعلیم گرفتند و می دانند که امرهای خداوند کدام است و می دانند که منع کرده های خداوند کدام است، از منع کرده ها دوری می جویند و به امرهای پروردگار عملی می کنند و انشاءالله با این دو راه از آتش دوزخ خود را نجات می دهند. پس بیایید دوستان، با دور شدن از منع کرده های خداوند و عمل کردن به امرهای او، خود را و اهل و عائله خود را از آتش دوزخ نگاه بداریم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.